شماره 8. پلین اوزتکین. پلین بعد از آشنایی با یک کارشناس بازاریابی به نام علی جان تاباک به تنهایی طولانی مدت خودش پایان داد و رابطه عاشقانه‌ای رو با اون شروع کرد. شماره 7. اولگون توکر. از روابط عاشقانه این بازیگر اطلاعات زیادی در دسترس نیست. فقط اولگون در سال 2017 برای مدت کوتاهی با مرو چایران دیده شد. شماره 6. احمد ممتاز تایلان. این بازیگر تا به حال 2 بار ازدواج کرده. از ازدواج اولش اطلاعاتی در رسانه‌ها نوشته نشده. فقط اینو میدونیم که اون از این ازدواج دختری به نام آیشه دیلان داره. اما ازدواج دوم اون در سال 2007 با بازیگری به نام آیچین اینجی بود. اما این ازدواجم در سال 2012 به جدایی ختم شد. شماره 5. سرای گوزلر. این بازیگر قدیمی متأهله و همسرش سایدام ینیای نام داره که اونم یه بازیگر تئاتر با سابقه است. این زوج پسری به نام اگه دارن. شماره 4. اجم اوزکایا. اجم اوزکایا در سال 2010 با بازیگر ترک مصطفی استوندا ازدواج کرد. اما این زوج که پسری به نام احمد کان دارن، متاسفانه بعد از 9 سال زندگی مشترک در سال 2019 از هم جدا شدن. شماره 3. تایانچ آیایدین. این بازیگر تا به حال 2 بار ازدواج کرده و جریان ازدواج اول اون عین فیلمای عاشقانه بوده. در سال 2011 تایانچ از طریق دوستایی مشترک با بازیگری به نام بولود کوپوک آشنا میشه. در این بین بولود تصادف سختی میکنه، جوری که امیدی به زنده بودنش نیست و به کما میره. 1 ماه تمام تایانچ از جلوی در اتاق اون تکون نمیخوره تا بالاخره معجزه میشه و اون چشماشو باز میکنه و بعد از این اتفاق این زوج که نمیخواستن دیگه لحظه ای رو از دست بدن با سرعت برق و باد با هم ازدواج میکنن. اما عشق این زوج به 4 ماه نکشیده تموم شد و اونا به دلیل عدم تفاهم از هم جدا شدن. بعد از اون تایانچ در سال 2015 با یه معلم خارجی به نام سالی گالاینی ازدواج کرد. شماره 2. بیرکان سوکولو. در تابستون سال 2019 بود که بیرکان دلشو به ادا گورکایناک، دختر تاجری به نام کمال گورکایناک باخت. این زوج از اون زمان تا حالا با هم رابطه زیبایی رو تجربه میکنن که همه فکر میکنن به احتمال زیاد به دومین ازدواج بیرکان ختم بشه. بیرکان قبلا در سال 2012 با بازیگر معروف آسلی انور ازدواج کرده بود که متاسفانه بعد از 3 سال در سال 2015 اونا از هم جدا شدن. بعد از طلاق بیرکان از آسلی، اون چند تا رابطه نافرجام رو هم تجربه کرد، مثل رابطش با براک توزوناتاچ و دیلان چیچک دنیز. شماره 1. بورجو بیریجیک. بورجو بیریجیک چند سالی میشه که ازدواج کرده. اون برای اولین بار امره یتکین رو که یه عکاس ماهره سر صحنه فیلمبرداری سریال دشمن درون خانه ام دید. امره که دوست یکی از بازیگرای این سریال بود، گاهی به سر ست اونا میرفت. اما در اون زمان بورجو و امره هر دو درگیر روابط عاشقانه دیگه‌ای بودن. پس چیزی بینشون اتفاق نیفتاد تا اینکه بعد از 2 سال امره از دوستش میشنوه که رابطه عاشقانه بورجو به تازگی تموم شده و دست بر قضا اون موقع هم کسی توی زندگی امره وجود نداشت. پس امره که از اون موقع چشمش بورجو رو گرفته بود، دیگه وقت رو از دست نداد و زمینه‌های آشناییش با بورجو رو فراهم کرد. بورجو و امره بعد از 3 سال رابطه عاشقانه در نهایت در سال 2016 با هم ازدواج کردن. خب، بگین ببینم نظرتون در مورد این ویدیو چیه؟ دیگه دوست دارین چه چیزایی در مورد این سریال باحال بدونین؟ نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و با عضویت در کانال لنز از دیدن ویدیوهای ما لذت ببرین.